الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء. خوش آمدید به درس شرح مختصری قدوری رحمت الله علیه. از اینجا به بعد علامه قدوری مسائل مسح علی الخفین بیان میکنه. مسح علی الخفین، الخفین تسنیه خف است و خف موزه را گفته میشه، یا هر آن پاپوشی که از بجلک پای انسان بالاتر بوده باشه و بجلک بپوشاند، این را گفته میشه خف. برابر است که از پوست بوده باشه یا از پلاستیک یا از خرام، از هر آن وسایل یا اسبابی که پاپوش بسازن، اما پاپوشی که پای انسان تا امو قسمتی یا حدی که میشویه تا امو بپوشاند، این را اطلاق میشه بالاش خف. مسح علی الخفین نزد تمام علمای اهل سنت جایز است و بخلاف اهل بدع که خوارج و روافض مسح بالای خفین جایز نمیدانند. به مو خاطر مسح علی الخفین اگرچند از مسائل فروعات است، گاهی علما در مباحث عقدی ذکر میکنن تا اینکه یک فرق بارزی واضح و ظاهری میان اهل سنت و گروه های مخالفشان اهل بدع بیاید. و یکی از شعار بزرگی اهل سنت در کتابا مسح علی الخفین ذکر میشه که اهل سنت بر جواز ازی حکم میکنن، اما مخالفین ایره جایز نمیدانند. و اینجا هم علامه قدوری رحمت الله علیه میفرماید: المسح علی الخفین جایز. مسح بالای خفین یعنی موزه ها جایز است. از قید جایزون وجوب برآمد، یعنی واجب نیست که حتمی باید مسح کنی. اگر کسی خواسته باشه مسح میکنه، اگر نخواست مسح نمیکنه. و این جواز میگه از طریق چی ثابت شده؟ به سنتی، از طریق سنت ثابت شده. و سنت حدیث مغیره ابن شعبه در صحیحین میآید، میفرماید که ما با رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفری بودم، از ما خواستن که آیا امعک ماء، آیا با خود آب داری؟ گفتم بله. باز از سواریشان پایین شدن و به جای دوری رفتن، در تاریکی شب قضای حاجت کردن و دوباره برگشتن. و مغیره میگوید که من برشان در ظرفی آبی وضو گرفتم پیش کردم و چهره مبارکه با دستان مبارکشان شستن و باز بر سر خود مسح کشیدن. و من میخواستم که موزه های رسول الله صلی الله علیه وسلم از پایشان بیرون کنم، مرا منع کردن و فرمودن: دعهما فإني ادخلتهما طاهرتین. بگذار، من هر دوی از ایره در حالتی پاکی یا در حالتی وضو پوشیدم. و مسح علیهما، و میفرماید که بالای از اینا باز مسح کشیدن. پس یه حدیث دلالت به جواز مسح علی الخفین میکند. من کل حدث موجب للوضوء. مسح علی الخفین بعد از اینکه انسان طهارت میکنه و در حالت طهارت بوت‌ها یا موزه های خود میپوشه و باز وقتی که بیوضو شد، بول آمد، براز آمد یا اینکه بادش بیرون شد، حدثی اصغر، در حالت حدثی اصغر باز جایز است برش که بالای بر موزه های خود مسح کنه. من کل حدث موجب للوضوء، از هر آن حدثی که سببی وضو میگردد، یعنی حدثی اصغر، از این بیرون شد حدثی اکبر.
یعنی اگر جنوب شوه لازم باید پای خود بشوید، درست نیست که مسح کنه. و همچنان اگر زن حالت حیض و نفاس بعد از او پاک شد، درست نیست که مسح بکشه، بلکه باید پاهای خود بشوید. و مسح علی الخفین برای مرد و زن هر دو جایز است. اذا لبس الخفین على طهارة کامله، امی مسح علی الخفین جایز است وقتی که به طهارت شوه. در کدام صورت؟ در صورتی که لبس الخفین پوشیده باشه امی موزه ها را علی طهارت کامله، به طهارت کامل، یعنی کامل وضو گرفته باشه. ثم احدث، بعد از وضو گرفتن که امی موزه های خود پوشیده باز به طهارت شوه، در این صورت باز جایز است که مسح کنه. فان کان مقیما، اشاره میکنه اینجا به مدتی مسح، یعنی تا چقدر وقت میتونه که مسح کنه. میگه اگر مقیم بوده باشه، یعنی کسی که مسافر نباشه. مقیم مخالف مسافر، یعنی به شهر خود برقرار باشه یا به خانه خود و قریه خود. مسح یوما و لیلتا، مسح میکنه یک شبانه روز، یعنی 24 ساعت. و این کان مسافرا، اگر مسافر بوده باشه مسح 3 ایام و لیالیها، مسح میکند 3 شبانه روز. 3 ایام و لیالیها، 3 شبانه روز. ابتداؤها عقیب الحدث، ابتدای امین مسح بعد از حدث می باشه، یعنی وقتی که طهارت کرد، موزه های خود با طهارت پوشید، وقتی امی 1 شبانه روز یا 3 شبانه روز از وقتی پوشیدن شروع نمیشه، بلکه ایره پوشید وقتی که به طهارت شد، از امو وقت ابتدای وقتی 1 شبانه روز یا 3 شبانه روز شروع میشه. مثلا در نماز فجر طهارت کرد و در نماز پیشین یا عصر به طهارت شد، امو لحظه ای که به طهارت شده از امو لحظه وقتش شروع میشه، وقتی مسح، مدت مسح. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالاصابع، و مسح بالای خفین میگن على الخفین على ظاهرهما، یعنی اینجا بیان میکنه که مسح وقتی که به بالای موزه میکشی از کدام جا، یعنی از پایینش، از بالاش، از دست، از طرف راست، از چپ، از کجاش مسح کنی. میگه علی ظاهرهما، به بالای پا، به بالای موزه. مسح علی الخفین به بالای موزه میباشه. خطوطا بالاصابع، یخط خطوطا بالاصابع، اما تو خط میکشه با پنجه خود، پنجه خود خط میکشه، یعنی پنجه های خود بالای موزه خود مانند خط کشیدگی وری، اما تو کش میکنه. یبدأ من رؤوس اصابع الرجل الى الساق، شروع مسح شروع میکنه از امو سری پنجه های پایش، سری پنجه های پایش الى الساق، تا به ساقشه، یعنی تا بالاتری بجلکشه، تا اینجا را مسح میکشه. و فرض ذلك مقدار 3 اصابع من اصغر اصابع الید، اما فرض میگه در همین مسح مقدارش به اندازه 3 پنجه خرد است. میگه 3 پنجه خرد به اندازه ازی اگر بالای موزه خود مسح کشید کفایت میکنه. البته برای تعیین کدام دلیلی خاصی نیامده، هر آنچه که در توانش است و دستش برابرش که پنجهش یا کف دستش بالای موزه خود با مسح میکنه، همو برش کفایت میکنه. ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير، میگه جایز نیست مسح بالای موزه‌ای که فیه خرق کبیر، در همون موزه سوراخی بزرگ بوده باشه، یعنی موزه سوراخ شده باشه، سوراخیش بزرگ باشه. چطور؟ میگه یبین منه مقدار 3 اصابع من اصابع الرجل،
واضح و آشکار معلوم میشه. میگه از او مقداری 3 پنجه از پنجه های پا، یعنی به مقداری 3 پنجه یا به اندازه 3 پنجه اگر از این بود تیکه شده باشه، شگاف شده باشه، باز میگه جایز نیست بالای ازی مسح کنی. و این کان اقل من ذلك جاز، از امی اندازه 3 پنجه کمتر بوده باشه باز مسح جایز است. میگه البته بری ازی هم کدام دلیلی خاصی نیامده. اگر سوراخی بسیار خرد بوده باشه اشکالی نداره، اما کمی که بزرگتر بوده باشه باز احوات میست که انسان از مسح پرهیز کند. ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل، و جائز نیست مسح بالای خفین لمن وجب عليه الغسل، برای شخصی که بالای از او غسل واجب شده. قبلا گفتیم مسح علی الخفین جایز است برای شخصی که حدثی اصغر داشته باشه، یعنی بعد از حدثی اصغر باز میخواد که اگر بخواد که مسح کنه برای از او جایز است، اما اگر حدثی اکبر باشه باز جایز نیست. اینجا اشاره میکنه که ولا يجوز المسح، جایز نیست مسح بالای خفین لمن وجب علیه الغسل، شخصی که بالایش غسل واجب شده، برابر است که غسل به جنابت واجب شده باشه یا به حیض یا نفاس بری زنها. و ینقض المسح على الخفین ما ینقض الوضوء، و نقض میکند میشکند مسح بالای خفین را ما ینقض الوضوء، آنچه که وضو را میشکند. یعنی انسان اگر بول کرد، براز کرد، بادش بیرون شد، در این صورت که وضو میگیره باز مسحش هم نقض میشه، باید بالای خفینش هم مسح بکند. و ینقضه ایضا نزع الخف، همراه از نواقض وضو چیز دیگری هم نقضش میکنه. نزع الخف کشیدن موزه، یعنی مقدار یک شبانه روز پوره نشده موزه خود که کشید، باز این صورت امو مسحش نقض میشه میشکند. و مضی المدتی، و همچنان تیر شدن مدت، مسافر 3 شبانه روز و مقیم 1 شبانه روز، اگر همین مدت تیر شد با وضو هم بود باز مسحش نقض میشه میشکند. فاذا تمت المده، وقتی که مدت پره شد، 1 شبانه روز برای مقیم یا 3 شبانه روز برای مسافر، نزع خفیه، بیرون میکنه هر دو موزه خدا، و غسل رجلیه، میشوید هر دو پای خدا، و صلا، باز نماز میخوانه، و لیس علیه اعاده بقیه الوضوء، بری از اعاده باقی وضو لازم نیست. یعنی شخصی با طهارت بود، مدتی مسح در حالت سفر یا اینکه در حالت اقامت ختم شد و وضو داره، میگه او فقط امو پای خود میشویه، دیگر وضوی خود اعاده نمیکنه. البته این از علمای حنفی. بعض علمای دیگری میفرمایند وقتی مدتی مسح ختم شد باز او صورت وضوی کامل میگیرد. ومن ابتدأ المسح وهو مقيم، وكسي شروع مسح را وهو مقيم در حالت اقامت بوده باشه، یعنی بالای موزه خود مسح کشید و مقیم بود. فسافر قبل تمام یوم و لیله، پس ای سفر کرد قبل از پوره شدن 1 شبانه روز. مسح تمام 3 ایام و لیالیها، پس این شخص مسح میکنه تمامی 3 شبانه روز، 1 شبانه روزی که اینجا مقیم بده او را، و همراه از او 2 روز دیگه هم مسح میکنه. یعنی قبل از پوره شدن 1 شبانه روز که سفر میکنه و 3 روز پوره میکنه. البته همون مدتی هم که مقیم بده او هم همراهش حساب میشه. ومن ابتدأ المسح وهو مسافر، و کسی شروع کرد مسح را و هو مسافر در حالتی سفر بود، ثم اقام، بعد از او مقیم شد، فان کان مسح یوما و لیله، اگر بوده باشه مسح کشیده باشه بالای موزه های خود یوما و لیله 1 شبانه روز، او اکثر یا بیشتر،
لزمه نزع خفیه، لازم از بالای ازی کشیدنی موزهایش، و غسل رجلیه و همچنان شستنی پایش. یعنی شخصی مسافر وقتی که مقیم شد، یک شبانه روز تیر شده باشه، این میگه بالاش لازم است که حال مقیم شد دیگه موزهای خدا بکشه و پای خدا بشوید. و این کان مسح اقل من یوم و لیله، اگر امی شخصی مسافر بوده باشه مسح کرده باشه بالای پای خود کمتر از یک شبانه روز، تمم مسح یوم و لیله، تمام میکنه کامل میکنه مسح یک شبانه روزی خدا. مسافر بود و باز مقیم شد، یعنی بعد از چند ساعتی مقیم شد، یک روز یک شب یک روز پوره نشده، بازمون یک شب یک روز پوره میکنه دیگر باز موزه خدا میکشد و مسح ازی نقص میشه. و من لبس الجرموق فوق الخف مسح علیه، و شخصی که پوشید جرموق را، جرموق و فارسی جرموقش میگن و بعضیا مسیح میگن، از پوست ساخته میشه و عادت در اکثر جاها که در افغانستان و پاکستان و همچنان تاجیکستان و جاها که دیدیم جرموق از زیر موزه می پوشن، اول جرموق می پوشن و بعد از او موزه را می پوشن، لکن اینجا مسئله را عکس ذکر کرده. و من لبس الجرموق، و شخصی پوشید جرموق را فوق الخف بالای موزه، مسح علیه مسح میکند بالای می جرموق، یعنی جرموق همراه موزه هر دو را بعد از طهارت پوشیده باشه، در حالت طهارت باز مسح میکشه. اما اگر جرموق بعد از موزه، بعد از اینکه بی طهارت میشه و بالای موزه مسح کرده باشه باز جرموق بپوشه، در این صورت جایز نیست که بالای جرموق مسح کنه، بلکه بالای امو موزه خود مسح میکنه، بس به امو اکتفا میکنه. و عکسی از او اگر جرموق از زیر موزه پوشیده باشه، قسمی که معمول است در افغانستان و تاجیکستان و اینها و غیره، طبعا الحال در اکثر کشورها میبینیم جرموق زیر اول جرموق میپوشن بعد از او موزه را. اگر جرموق پوشید و بعد از او موزه خدا پوشید هر دو را با طهارت، درست است که بالای موزه خود مسح کنه. و اما اگر جرموق با طهارت پوشید بالای از باز به طهارت شد، بالای از او مسح کرد، باز موزه خدا پوشید، باز اگر میخواست که مسح کنه در این صورت فقط بالای جرموق خود مسح میکنه، بالای موزه مسح نمیکند. ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابي حنیفه، اینجا مسئله مسح بالای جورب ذکر میکنه. جورب یا جورب اصلی از این کلمه فارسی است، تعریف شده در عربی. امو آله است که وسیله است که از پخته یا این که از تار ساخته میشه، معروف است به نام جورب، همه میشناسن. ولا يجوز جایز نیست المسح على الجوربین مسح بالای جورب عند ابی حنیفه نزد امام ابو حنیفه، الا ان یکون مجلدین، مگر اینکه امی جورب مجلدین بوده باشه. مجلدین یعنی امی جورب از زیرش پارگی پوست داده باشند، پوست اضافه کرده بوده باشند، یا اینکه در اطرافش یا در همراه امی جورب بالایش پوست کشیده باشند. او منعلینی، یا اینکه در زیر از این یک چیزی دیگری را مانند نعل ساخته باشند. نعل اصلا برای اسبا یا اینکه مرکب اینا انداخته میشه، در پای از او گذاشته میشه تا اینکه پاشان آزار نبینه. و همچنان در جورب نعل گذاشته میشه، زیر جورب پوست اضافه میکنن یا تیکه دیگری را اضافه میکنن که جورب دبل شوه، پا راحت شوه. او میگه اگر جورب مجلدین باشه، منعلین باشه، باز به این مسح جایز است، در غیر از او جایز نیست. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم الله، شاگردان امام حنیفه، اینا گفتن یجوز المسح، جایز است مسح علی الجوربین اذا کانا ثخینین، وقتی که بوده باشد امی اردو جورب
ثخینین یعنی متین بوده باشه، خب دبل بوده باشه، قوی بوده باشه که از پا نافتد و همچنان بافتش خوب اما تو نزدیک بوده باشه که آب داخل نشوه. لا یشفان الماء کش نکند آب به داخل کش نکنه، تو خوب دبل بوده باشه. درباره مسح علی الجوربین علما اختلاف دارن، بعضی ها جایز نمیدانند و حدیثی که در این باب ثابت شده از مغیره ابن شعبه، حدیثی را که قبلا در مسح علی الخفین خواندیم، همین حدیث در بعضی الفاظ در غیر صحیحین مسح علی الجوربین هم ذکر شده و این حدیث امام ترمذی صحیح میدانه و همچنان صحیح ابن خزیمه در صحیح خود آورده، ابن حبان هم در صحیح خود آورده و مجموعه دیگری از علما حدیث صحیح میدانند از علمای متقدمین و متأخرین. اما یک تعدادی بزرگی از علمای این حدیث صحیح نمیدانند و ایرا از جمله کلمه جوربین از جمله یعنی روایت شاذ میدانند که راوی ایرا اضافه کرده، در نزد دیگر راویا این کلمه اضافه نشده و به خصوص در صحیحین حدیث خواندیم که لفظ جوربین در اونجا نبوده، بنا به او این حدیث ضعیف میدانند، استدلال از ایرا درست نمیدانند و مسح علی الجوربین قائل نیستند. اما اگر گیریم حدیث ضعیف هم بوده باشه، مسح علی الجوربین از تعداد بزرگ علما، از تعداد بزرگ از صحابه کرام ثابت شده، بالاتر از 10 تن از صحابه از اونها مسح علی الجوربین ثابت شده. پس مسح علی الجوربین ثابت است و حدیثی مغیره ابن شعبه که در لفظ جوربین هم آمده، ایرا مجموعی از اهل علم از محدثین ایرا تصحیح کردن و به این حدیث هم استدلال کرده میشه. و اما کسایی که جائز گفتن مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ابو یوسف و غیره، اینها باز شرطهایی که اضافه کردن بر جورب، البته این شرطها کدام دلیلی ندارد، چون از احادیثی که استدلال میکنن در او حدیث مطلق جورب آمده، یا قید به مجلدین باشه، منعلین باشه یا ثخینین، به اینها قید شده باشه، کدام چیزی نیامده. البته علما به خاطر احتیاط قید اضافه کردن. خو احوات همیست که جوربی دبل بوده باشه، پاهای انسان معلوم نشوه. اگر جوربی نازک بوده باشه احوات همیست، یعنی احتیاط همیست که انسان از مسح خودداری کنه. اگر کسی مسح کرد انسان نباید بالای از او جرأت کنه که مسح تو درست نیست، جایز نیست یا نماز تو باطل شد. هر صورت یک مسئله اختلافی است. مسح علی الجوربین از جمع بزرگ صحابه کرام ثابت شده و در وقتی ضرورت انسان جایز است که مسح بر جوربای خود بکند. ولا يجوز المسح على العمامة، و جایز نیست میگه مسح علی العمامة بالای لنگی، بالای دستار، لنگی بالای از این میگه مسح جایز نیست و این صراحتا مخالف حدیث است. اگر در صورتی که فقط اکتفا به مسح علی العمامه بکنه و امرایش ناسیه را مسح نکنه، دیگه مثلا بعضی علما جایز میدانن، یعنی تنها به امامه مسح کردن، و بعضی علما ناجایز میگن وقتی که اگر به امامه مسح میکنه باید یک مقداری از موش هم پیشانیش مسح کنه. و حدیث از مغیره ابن شعبه که قبلا هم تیر شد، دو حدیث مسح ناسیه همراه امامه هر دوش یک جا میاد. و جالبی است که باز علمای حنفی از لفظی که به طرف خودشان است و به تایید خودشان است، مسح علی الناسیه، از او مقدار فرض ثابت کردن. و اما از امو حدیث که در بعضی الفاظش مسح علی العمامه است، باز مسح علی العمامه را انکار کردن و این تناقض در رأیشان است و تناقض در استدلالشان است. والقلنسوه، و همچنان میگه مسح جایز نیست بالای قلنسوه. قلنسوه هم کلاه بزرگی را که در سر گذاشته میشه، مرا گفته میشه. والبرقع، همچنان حجابی که زنها بر سرشان میکنه. والقفازین، و همچنان
دستکش. قفازین هر دو دستکش هایی که انسان به دست خود میکشه، مانند جورب واری، و اینها میگه بالای از اینها مسح جایز نیست. برقع مانند عمامه است، یعنی عمامه وقتی که برای مردها ثابت بوده باشه، برقع به طریق اولا برای زنها هم مسح جایز است، در وقت ضرورت مسح کنه، اشکالی نداره. اما قفازین و قلنسوه چیزی در این باره ثابت نیست. بهتر است که انسان با سر خود مسح کنه و همچنان کشیدن قلنسوه مشکل نیست و قفازین همچنان باید کشیده شود، بالای از او مسح نکند. و یجوز المسح علی الجبائر و ان شدها علی غیر وضوء. و جایز است میگه مسح بالای جبائر. جبائر جمعی جبیره. جبیره گفته میشه بنداج، اما چیزی که بالای زخم پیچانده میشه، برابر است که تیکه بوده باشه یا چیزی دیگری که بالای زخم کشیده میشه، بالای از او جایز است میگه که انسان مسح کند. و ان شدها علی غیر وضوء، اگرچه امیر پیچانده باشه، علی غیر وضوء، در حالتی غیر وضو، یعنی زخم شد، مثلا پاش زخمی شد، دستش زخمی شد، با وضو نبود، فوراً دست خودم و زخم خودم پیچان. باز وقتی که میخواست وضو بگیره دیگر جایز است که بالای امو جبیره خود، امو بنداج خود مسح کنه، اگر چند در حالتی غیر وضو دستای خدا یا اینکه پای خودم و زخم خدا بسته کرده. فإن سقطت عن غیر برء لم يبطل المسح. اگر ساقط شد، افتید امی جبیره، عن غیر برء، بدونی جور شدن یا صحت یافتن امو زخم، لم يبطل المسح، باز باطل نمی شود، میگه مسح باطل نمیشه. و ان سقطت، اگر افتید امی جبیره، عن برء، بعد از صحت یافتنی زخم، بطل المسح، مسح باطل میشه میگه. یعنی قبل از جور شدن اگر افتید، باز مسح، یعنی باز دوباره انسان که بسته میکنه مسح باطل نمیکنه، یعنی درست است که مسح کنی، اما اگر جور شد و افتید باز مسح باطل میشه، یعنی درست نیست که دیگر دوباره بسته کنی و مسح بکشی. هذا وصلوا وسلموا على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أينما كنا أينما